تحت رهبری معاون یکم رئیس شهر سفرزاده محمد صادر جهت پیشگیری بیماری سرایت کرونا ویروس کووید 19 ستاد نوبتی دایر گردید. در وخوری اعضایان ستاد شهر از وضع آرام منطقه سخن گفته و با تمام حالت آماده بودن خویش را بیان نمودند. از جمله سرطبیب بیمارخانه مرکزی شهر سفرآو محمد مراد به سخن برآمده از وضع اپیدمیولوژی سخن گفته قید نمود که با وجود نبودن کرونا ویروس کووید 19 در شهر پنجکند ستاد دائم عمل کننده فعالیت داشته، آن به خانه‌های مردم رفته و به طور شبانه روزی عمل می نماید. همچنان تاکید کردید که هر شهروندی که از خارج به شهر داخل می گردد از معاینه طبی گذرانده می شود و اگر شهروندی خارجی باشد حتما 14 روز به کرانتین گرفته می شود. این زمان در کارهای پیشگیری کننده همه روز دوام دارد. اما چیزی که معین است همه روز از ساختارهای دختر ما معلومات گرفته استادن از ما از خود ساختارهای دختر شهری و خود ساختارهای دختر ولایتی پرسان شده استادن حالتی سرحد حالتی گشت خانگی چند تا ما بیمار معین میکنیم چند تا شهروندانی که از خارج کشور وارد شدن ما به شهر پنجکند آنها که تحت نظارت می باشند ما هر روز تا 14 روز نظارت کرده استادیم و شخصانی که ما امروز دریافت امروز گشت گذار خانگی کردیم 70-75 هزار شهروندان گشت خانگی میکنیم و شخصانی که با مبتلای همین بیماری یعنی که با نشانهای همین بیماری هستند ما از طرف مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی تحلیل‌ها گرفته می‌شود خود از سرحد خود در گذرها باشد و تحلیل‌ها را ما حاضر تحلیل اکستریملی است که اکستریمی و این حالت‌ها ما در خود این بیمارخانه‌ها در خود مرکز سلامتی و خود بیمارخانه سرایتی می‌گیریم استادیم. حاضر ما با همون دستگاه PCR از طرف وزارت تندرستی و اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان وارد گشت که این دستگاه حاضر با نزدیکی نصب میکنم در مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی و این برای نه تنها شهر پنجکند ناحیه عینی و کوهستان مشهاکی برای معین کردن اون بیماری‌های سرایتی خیلی مفید میباشد. در شهر پنجکند بیماری کووید 19 به قید گرفته نشده است و یگان خیلی فقط از طرف بیماری پنیمونیا و التهاب شوش هم به قید گرفته نشده است. اینچنین با سوال‌های معاون یکم رئیس شهر وابسته به گذراندن واکسن بوبیف نسیم سردختر بیمارخانه مرکزی سلامتی گفت که عین زمان مرحله به مرحله به کارمندان و اهالی واکسن بر ضد کرونا ویروس کووید 19 گذرانده شده ایستاده است. اینچنین سفرزاده محمد صادر معاون یکم رئیس شهر بهر بهتر نمودن کارها وابسته به پیشگیری بیماری سرایت کرونا ویروس کووید 19 به مسئولین یک قطار دستور سپارش‌ها داده گفته شد که گرچند که در شهر و دهات‌های پنجکند یگان نفر با نشانه‌های کرونا ویروس کووید 19 به قید گرفته نشده باشد هم ما را ضرور است که به گیگین شخصی دقت جدی دهیم و از بستن نقاب و استفاده آنتیسپتیک ها دست نکشیم زیرا سلامتی این گوهر بی‌بهاست. گزارش مرتبه رحمان و برای برنامه اطلاعاتی پیغام.